خب رفقا، من علیرضام و اینجا نسپکس. خوش اومدید به چنل خودتون. امروز با تحلیل تریلر GTA 6 یا همون VI در خدمتتون هستیم. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. ما از تریلر میبینیم یه نمای کلی از شهر وای سیتی، نورپردازی بسیار جذاب راکستار مثل همیشه. قدرت راکستار ما واقعا تو ردد 2 دیدیم. این بازی GTA 6 دیگه فکر کنم خیلی بهتر باشه، خارق العاده باید باشه به نظر من. دیتیل بالای ماشینا، جاده، هواپیما رو داریم، آسمون بسیار جذاب بازی. میرسیم به زندان، جایی که لوسیا تو تریلر اونجاست و داره با مشاور زندان صحبت میکنه. دریا رو با هم میبینیم، فیزیک فوق‌العاده آب با هم میبینیم، اصلا قابل قیاس با GTA V نیست. دلفینا رو میبینیم، کوسه رو میبینیم، انواع پرنده ها رو داریم تو بازی. عمق دریا رو حتی میتونیم ببینیم، قایق‌های گوناگون. بر طبق شایعاتی هم که وجود داره، مثل اینکه میتونیم به 70% خونه‌ها وارد بشیم. اگه همچین چیزی واقعی باشه، واقعا واسه گیمر میتونه جذاب باشه. نمایی از حیات وحش میامی رو هم میبینیم که واقعا جذابه. باید راحت بشه تو بازی، تمام هر حیوانی که دلمون خواست شکار کنیم، چون همیشه این آزادی عمل ما تو GTA داشتیم. بخش سالی که از بخش‌های پرنکته تریلر، کاراکترها رو با فیزیک‌های متفاوت می‌بینیم، فیس‌های متفاوت. یعنی یه نفرم تو این سایل ما پیدا نمی‌کنیم که شبیه یکی دیگه باشه. این یعنی کیفیت بازی دیگه، این یعنی قدرت راکستار. سمت چپ رو می‌بینیم که دهاشون داره اسپری روغن میزنه به بانو، سمت راست رو می‌بینیم که اون دهاشون داره فیلم میگیره از شیک بانو. بانوانی در حال آفتاب گرفتن و فقط کیفیت دیگه، فقط کیفیت من میبینم تو این شات. به احتمال زیاد ما تو بازی ریسینگ قایق هم داریم و این خیلی واسه اونایی که قایق دوست دارن و کلن ریس آبی دوست دارن میتونه جذاب باشه تو بازی. این تیکه به نظر من که لوسی از ماشین کروک اومده بیرون و اون فردی که داره ازش فیلم میگیره، من حس میکنم این تیکه میتونه یکی از مراحل بازی باشه. به نظر من گرافیکو واقعا تو این صحنه هم میتونیم حس کنیم. ماشین داره میره، اون وزش بادی که میزنه، موها، گرافیک موها که پخش میشه، اون فیزیک موها واقعا طبیعیه. بخش مورد علاقه خودم کاستومایز، ماشین و موتور و کوفت و درد و هر چیزی من حس میکنم تو این بازی بتونیم کاستومایز کنیم. اگه بشه موتور رو کاستومایز کرد، اولین باری که ما تو GTA میتونیم موتور کاستومایز کنیم و این خیلی واسه موتور بازا میتونه جذاب باشه. خودم هم که کاستومایز رو به شدت دوست دارم. خب تو بازی خیلی میتونه باحال باشه. وقتی که بیکاری یا حوصله مرحله رفتن نداری، میتونی با کاستومایز خودت سرگرم کنی. خیلی هم حال میده به نظر. جو پورش 911 رو میبینیم، فراری چیتا رو میبینیم، دو چالنجر رو میبینیم. وای 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 وای. و اون هتل معروف وای سیتی میبینیم که تو GTA وای سیتی محل سیو ما اونجا بود، میرفتیم داخلش سیو میکردیم. یک کلابی بود، اگه اونایی که GTA وای سیتی بازی کردن یادشون باشه. این خیابونم باید بگم که گرونترین خیابون فلوریداه. بانو رو داریم با برای سفید، بیکینی سفید، کیفیت موها، فیزیک مو، فیزیک گردنبند و فیزیک اون دستبندی که تو دستشه. واقعا گرافیک بالایی داره، واقعا گرافیک بالایی داره. بچه ها رو روف، اشغال زیاد، استخر و فلان، کف فلوریدا. دمتون گرم. حالا بیشتر تمرکز بازی میاد رو صفحات مجازی. کنترل حیوانات اومدن این تمساح رو بگیرن. تو این صحنه تو واقعیت هم اتفاق افتاده. و خودنمایی راکستار به نظر من از اول شخص GTA، این GTA فکر کنم اول شخصش خیلی باید بهتر باشه از ردد که من خودم با اول شخصش زیاد ارتباط برقرار نمی کردم، ولی این چیزی که نشون میده تو تریلر اول شخص این GTA 6 باید خیلی جذاب باشه. بچه ها رو میبینیم توی یه لوکیشن دیگه مشغول اشغال و مشروب خوری، کثافت و لجن اونجا گرفته همه جا رو. و یه رفرنس دیگه به اینستاگرام و این
بانوی پیر، بانوی مسن بگیم بهتره که و تنها شباهتش به اون بانوی مسنی که تو اینستاگرام فیلم گذاشته بود همون دوتا چکشاشه. کافی هم نمیخورن. جیسن و لوسیا رو میبینیم سوار بر ماشین دارن از دست پلیسا فرار میکنن و اون کشای دست لوسی. چهره مردی رو میبینیم که دستگیر شده و تو واقعیت موهاش سبز و جوکر دنیا واقعی خودشو میدونه و چند فقره قطعا فکر کنم داره. گنگ موتورا رو میبینیم این قسمت تریلر بازی و لوسیا و جیسون که رفتن توی مغازه برای دزدی، دکونو میخوان خالی کنن. یکی دیگه از شخصیت‌های مهم بازی رو میبینیم فکر کنم این های رولرز باید یکی از شخصیت‌هایی باشه که داخل داستان بازی ما نقش داره. و اواخر تریلر هم دریفتی که رئیس میکشه و لوسیام محکم نشسته که پرت نشه این ور اون ور. آخرش هم اون چیزی که تریلر به ما نشون میده مثل این که اینا قبل اینکه بیاد شایعاتی بود که خواهر برادرن، ولی مثل اینکه داستان اینجوری نیست و اینا کلا تو رابطه هم با هم دیگه، خواهر برادری وجود نداره. و میرسیم به بدترین قسمت تریلر، همون قسمتی که کامینگو میزنه 2025. ما بهترین حالت الان در نظر بگیریم چند روز دیگه میریم تو 2024، یک سال دیگه میاد اگه اول 2025 بیاد. و بدترین حالتش هم اینه که اگه تأخیر نخوره که امیدوارم نخوره اواخر 2025 یعنی تقریبا 2 سال دیگه میاد. حالا ما امیدواریم هر چه زودتر بیاد. نظرتون راجع به ویدیو برامون کامنت کنید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود. By sticking together, being a team.